الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به سلسله کمک های زمستانی از طریق بنیاد خیریه باران رحمت ما به یکی از خانواده های بی‌بساطت و مستمند آمدیم و همراه برادر خود انشالله کوتاه صحبت داشته می باشیم. فعلا ما در شهر جلال آباد هستیم و همراه برادر خود که معلولیت دارن همراه از اینا یک صحبت کوتاه داشته می باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم برادر. خوب است انشالله. شکر از خوب هستیم برادر. تو خوب است؟ میشه خودم معرفی کنین؟ چرا نه برادر. نام ما دل آقا است. شهر رنگرار هستم. شما تکلیف هم دارین از قسمت راست فکر کنم پایتان فلج است یا دستان، میشه بگوین چطور مشکلات بر شما پیش شد؟ مرا پالش زده، دست و پای ما پالش شده که دستی ما پای ما است. دیگه چیز کده نمیم جای با جای افتیدیم دیگه. در خانواده چند نفر هستین؟ خانواده کل 8 نفر هستیم. 8 نفر هستین. هم طفلکای تان هستی بچه‌ها سرزینا درس میخوانین؟ آره دیگه پیش میخوانه مرا پالش زد جای با جای شیشتم دیگه سر زیاد تعلیم کده نمیدم. شهر میره پلاستیک سودا میکنه. پلاستیک سودا میکنه. طفلکا پلاستیک. پلاستیک سودا میکنه. چیز گزاره میشه در پلاستیک؟ چقدر میشه که بگی یا چند پیدا میکنن؟ یا که بیان که 30 روپه که 40 روپه یار که خود میاره دیگه که سر چی گزاره شود دیگه من نان خوردن هم ایران هستیم برای چیز یعنی چیز کده نمیتانم دیگه. پیش ازی که فلج شوین با شما چی کار میکردین؟ پیش بس خوب بوده که کراچی لزگاڑ در شهر می چلاندم. یکدم برای پالش زد دیگه دست و پایم پلش شد دیگه حالا چیز کنده نمیدم جای با جای افتیدیم. این فلج به خاطر تشویش چیز کرده بودین فلج زده بود شما را؟ تشویش همی تشویش از دیگه بس کار کسب نبود که لزگاڑ می بودیم یکدم زد پالش ما را زده که دیگه همی تشویش از دیگه اصاب و تکلیف هر چیز پیدا کردیم دیگه چی کنیم دیگه کار خود کده نمیتانیم. آقا بیادر میشه در مورد مشکلات زندگی بگوین که چطور است حال شما که با این فلج مواجه شدین؟ شما چطور روزگارتان چطور پیش میره؟ نان چطور پیدا میکنین؟ چی میخورین در خانواده؟ نان والا دیگه هم صاحب ارمان نان خوش میته بیادر می منڈی هموی تو منڈی کام بیادر آرد جارو کرده می باشور میرم در خانه و با او را پخته میکنیم ما میخوریم. مورا باست در منڈی جمع میکنه ریگ هم داشت میباشه هر چیز میباشه ایجا بیم مورا پخته میکنیم سردمو گزاره میکنیم. طفلک کلانتان چند سال است؟ فکر اینی کلان مسینی دیگر ریزاسی او کلان دخترم. تو نامه که چی است؟ ابوبکر. ابوبکر، ماشاءالله چه خوب نام مقبول ماندی. ابوبکر جان شما مکتب میخوانین؟ نه پیش میخوانیم در نمیخوانیم. خب آل مدرسه میری؟ نه چیزم نمیرم. پلاستیک در شهر میپروشم. از پلاستیک فروشی چند نهایت به دست میاری بچیم؟ 30 روپه که میارم که 40 روپه میارم. زیاد نمیشه کار نیست که. ابوبکر جان آرزوی چی است که بخیر در آینده چی شوی؟ ای پدرم چی شو برش مواد بده میگه برم که پدرم چی شو کار بده کار کنه برما چی یک منار نان بیاره او برما چی کنه کار کنه. یعنی آرزوی تی است که پدرت بخیر جور شوه؟ کار کنه برما نان بیاره. دل آقا بیادر شما به خاطر تداویتان پیش دکترها مراجعه کرده بودین؟ دکترها را خیر رفتیم دیگه بعد که تو دوا داد که تو حالا گورده ما منه چی است که میگه کار مانده سینا من نقطه زجبه است و هم دولتی رفتم شخصی خود رفتن نمیتانم اوجا تلویزیونی مهنات کرد می گردید که ماری کار مانده است. الله متعال رحم کنه، خداوند بالای کل ما شما رحم کنه. ما از طریق بنیاد باران رحمت همین کمک های دفتنی را بر شما آوردیم. یک بوجیهارد است، روغن است، لوبیا است و برنجی است. خداوند ای برکت برته دیگه. خداوند کمک کنه که بخیر شما بتانین که یک وقت کم را همراه زیراحت سپری کنید. خوشحال زنده باشه، خوشحال باشه، میگم کامیاب باشه شما. کسایی که کمک کردن برشان دعا کنین. خدایا تو خوشحال باشه، میگم کتما دیمی ما را زیاد نکشه، خیر
اینا قدر دل ما ارمان است. این بچه مکتب خود بره، مدرسه خود بره، اینا قدر دل ما ارمان است. دیگه ما خو کار کرده نمیتونم، دیگه نمیتونم کسی اینا کتم کنه این وشتوکه ما بره من دلش ما ارمان خو پروش بره پدر اینا خو مکتب خواندیم. اینا ما خود خو نخواندیم، ارمان اینا سه کو جای بجای رسیدیم. به یکی بار دیگه سیال داریم. دوستان عزیز، واقعا این خانواده مشکلات زیاد دارن. تقاضای ما از شما ای است که اگر شما کمک کنین، ما برادر خدا اگر توسط کمک شما بتانیم در یک جای معالجهش در نظر بگیریم، اگر بتانیم که توسط کمک های شما برادر ما جور شود و طفلکایش به معارضای دل خود برسند تا بتانن مکتب بخوانن، مدرسه بخوانن، دیگه واقعا مستمند هستند. الله متعال تمام شما را اجر دارین نصیب کنه که کمک های زمستانی را کردین. با امید ازی که کمک های دیگه هم کنین تا ما این رقم خانوادهای مستمند در اطراف افغانستان پیدا کنیم و برایشان کمک های شما را برسانیم. ما فقط یک پل ارتباطی در بین شما و بین مستمندان هستیم و شعار ما می است که باران رحمت آورنده لبخند بر هموطنان مستمند ما هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.